بسم الله الرحمن الرحیم. سم میبینی؟ sumif, sumifs, sum product, sum square, sums m یا x sum p. یا هر کدام جدا جدا یک فانکشن است. اول امروز مییم بخیر ما شما f کم کار میکنیم. f برات گفته بودم nested f است، else f است یا simple f است. صحیح؟ simple f تنها اینی مانا. مثال ایتم price اینجا میم equal f اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن. مثال ماوس بود دبل کوتیشن کاما 300 ای سمپل است. حالا که اینجا ماوس داشته شوه 300. در سابق آفیس ها که بود F 8 دفعه کار میکرد، حالا 64 دفعه کار میکرد. میشه که از F کاما بتی یا متو تکرار کنی ایرا else F جور کنی. else F به معنی اگه ماوس بود ای قدر اگه نبود. مثال به این شکل ماوس نہیں name mark result equal if اگر اینجا زیاد بود از 70 کاما دبل کوتیشن پاست دبل کوتیشن کاما اگر نبود دبل کوتیشن فیل. اینه چی میگه؟ اول سیمپل اف بود تنها یک شرط اگر این شد اینی رقم ای فیل لسه خان 56 ناکام 80 پاس کمیه. اگر چندین مثال دادی چندین دفعه اف بودی او را باز چه میشه؟ نیستد اف میشه. مثال اینجا اگر موس بودی کدر اگر فلانه چیز بودی کدر مثال به یک دکان جور میکنم کاما اف اگر اینی خانه کاما مساوی دبل کوتیشن مانیتور بود دبل کوتیشن کاما 8000 اف اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن کیمرا بود دبل کوتیشن کاما اف اگر اینی خانه مساوی پرنتر بود دبل کوتیشن کاما اف اگر اینی خانه مساوی LCD بود دبل کوتیشن کاما اف اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن کیبورد بود دبل کوتیشن کاما اف اگر اینی خانه مساوی ریم بود دبل کوتیشن 200 اگر نبود کاما دبل کوتیشن. قوس شروع سے از بندی ضرورت نہیں سی اس کو اخر دبل کوتیشن باید خطرداریم که پایین کش میکنم باید خالی معلوم شد. خالی معلوم اینجا فرموله است و چه کسی معلوم میشه اگر این دبل کوتیشن نمیدادم اینجا فالز یا صفر شروع میکنم. خانه اینجا دبل کوتیشن به این معنی کی با چی تبدیل کنه؟ خالی تبدیل کنه. حالی به شکل خالی.
آلی ببین LCD ماوس کیبورد پرینتر مانیتور ریم هر کدام قیمت برای تو وقت میشه کاش کرده نمیشه نه میشه که در خانه نوشته کنیم میشه که اون تو پایین تکراری نوشته صحیح شما بدین که ببینید که تکست ما در کوتیشن نوشته کردیم مگر نمبر در کوتیشن نامده چی نامده؟ نمبر در کوتیشن نامده نه یک جای پرایس معلوم نیست تو در یک دکان هستی احمد ماشت برات معلوم نیست تو هستی پرینتر قیمت برات معلوم نیست خدا ابو صاحب پرینتر نوشته میکنه دیتابیس هم پیدا داره کنه این قدر قیمتش است دیرتان است دیتابیس خب این معنی که به یک نفر دیگه یک نفر جور کنه دیگه نفر ریزالت پیداش ببینه از این قدر کلر پیدا دیرتان است اف یا به این شکل مثال کنتری کپیتال اینجا ما میم اکوال اف اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن ایف جی ایچ افغانستان بود دبل کوتیشن کاما دبل کوتیشن کی بی یو ایل کابل دبل کوتیشن کاما اف صحیح اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن ایران بود دبل کوتیشن کاما دبل کوتیشن تهران دبل کوتیشن کاما اف اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن پاکستان بود دبل کوتیشن کاما دبل کوتیشن اسلام آباد دبل کوتیشن کاما اف اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن تاجکستان بود डबल कोटेशन कामा डबल कोटेशन कामा डबल कोटेशन या एफ अगर ये खाना मसावी डबल कोटेशन इंडिया बुद डबल कोटेशन कामा डबल कोटेशन न्यू दिल्ली डबल कोटेशन एंटर فالس فالس آمد میبینی که نوشته کنی صحیح میه مثال ایندیا قسم ایندیا ما میگیم فالس باید نبه که نه به اینجا باید بی داخل کاما डबल कोटेशन माना है खाना खाली में था अगर मिसाल चीज़ ना बहुत खाना खाली में अफगानिस्तान स्पेलिश गलत करें को می‌بینیم افغانستان سپیل چی نوشته کنه کابل یعنی خب ما برای شما اگزامپل میگم اگر احتمالاً مثال تو کار میکنی आईडीएस कोड और वलैत दार है ना दार है जिप कोड हाँ एक नंबर दार
مثال کودش والیش کیست پاپولیشن نفوس چقدر است مساحت چقدر است our district village چقدر غیرتان است یا فیصد او که رئیس جمهور باشه دیگه باشه که کود پریس کنه بدبه که والیش پلن است این قدر نفوس داره اینه کماندان امنی کابل است در روزه میخواه که خود پرسنل خود ثبوت کنه غیرتان است یک مقدار خونه میده پرسنل فکر میکنه چرا که اندازه با پسته قماندان است میخواه یک حوزه چند پسته داره خب ایف است کنه یعنی یا هیچ کود نہیں یا ایدی یا دیگه چیز مثال اینجا در کود ما اینجا نوشته میکنیم پراوینس چی؟ پراوینس خو باید شما بفهمی دیتا والیدیشن لیست کابل کاپیسا لوگار پروان خوست پکتیا پکتیکا ما ای را چی کردیم؟ نوشته کردیم ما که اینجا کاپیسا نوشته کنیم باید اینجا اتومات درباره کاپیسا باید معلومات بید کاپیسا که پریس کنیم باید درباره کاپیسا مکملی معلومات شد باید بید چه قسم باید بیارم اینجا میم اف کار باید کنیم اف اگر اینی مساوی ڈبل کوٹیشن کاپیسا بود صحیح ڈبل کوٹیشن کاما والیش کی بیت شو ڈبل کوٹیشن سمرگل ڈبل کوٹیشن اف اگر اینی مساوی ڈبل کوٹیشن کابل بود ڈبل کوٹیشن کاما ڈبل کوٹیشن والی بیت شو مثال हलाकुल डबल कोटेशन कामा एफ अगर इन्हीं खाना मसावी डबल कोटेशन लोगार बुद डबल कोटेशन कामा डबल कोटेशन वाली चिशवा डबल कोटेशन हाँ वाली अगर एफ इन्हीं खाना मसावी डबल कोटेशन परवान बोशा डबल कोटेशन कामा डबल कोटेशन खानजान बेदवानी बोशा कामा एफ अगर इन्हीं खाना मसावी डबल कोटेशन पक्त्या बोशा डबल कोटेशन कामा डबल कोटेशन करीब इश्वेत वाली बात डबल कोटेशन कामा डबल कोटेशन समार गुरु शरीर आश साबर को करना नो कार वेत को नहीं मुफ्त बना में है करना हाँ क्या मुफ्त में नहीं कंटू प्लस वी अरे तना اینجا چی نوشته کو؟ این قدر نپوسش باید باشه این نمبر برات گفتم در چی باید نوشته نشد در چی؟ کوتیشن باید نوشته نشد
کنتو پلس سی جمع این کود است کنتو پلس بی مساحتش چقدر کمی حالا مجبور است کیلو که نشته میکنه اونجا به باز اول نمبر باید کوتیشن بگیری distracts مثال 4 داره مثال 6 داره زیاد داره خیره و کپیسم 6 داره مثال 1 قدر ولسوالی داره تنالی چی بید کنی؟ نام ولایت نوشته کن سال پروان خانجان والی نی دردان است؟ دیگه فرمول است کنه یک چیزایی که دیدی که نوشته کنی درباره هر چی معلومات میکشه اگر این نباشه این معلومات اتومات گم میشه چرا که خوب فرمول آورده اینجا گمان نوشته کنم که خوست دورا خونشته نیست این چیزم دربارش یعنی با شما کار کردیم F چی معنی؟ item price میشه که زمان میفهمیم که جمع است name job salary باش تعیین میکنم equal if اگر یعنی خانه مساوی دبل کوتیشن منیجر بود دبل کوتیشن کاما 4000 if اگر یعنی خانه مساوی دبل کوتیشن کوک بود دبل کوتیشن کاما 7000 کاما if اگر یعنی خانه مساوی دبل کوتیشن ड्राइवर بود دبل کوتیشن کاما 12000 if یعنی خانه مساوی دبل کوتیشن ادمین بود دبل کوتیشن کاما 9000 if اگر یعنی خانه مساوی دبل کوتیشن टीचर بود دبل کوتیشن کاما 5000 4000 if اگر یعنی خانه مساوی دبل کوتیشن सेल्समैन بود डबल कोटेशन कामा 4 و اینجا डबल कोटेशन داخل باید خاطر کاما نوشته میکنیم که معلوم نشه کریم ड्राइवर است 2000 ماشه اتومات ماش تعیین میشه صحیح سلیم کوک است احمد टीचर است میبینی بچی भैया یعنی ما چی کار میکنیم اف کار میکنیم
خانه خالی که آمد به این نفر ما انجینر است برش باشته این نکنه. دایب خو مشکل نیست، سوال خواهم نداریم. پرسان مشکل میشه که پرسان کنی، مهم است. درې قسم وکنه، یو سمپل امر د ورځ فنکشن کې ویلی و، یو السیف و یو نستریف و. سمپل هغه دی چې یوازې، او السیف هغه اف دی که چېرته داسې وشو دا دې وشي، که ونه شو دا دې وشي. او نستریف هغه دی اف و اف و اف و تاریخ 8 دانه بود، درش 8 دانه. حالا میم سمیف کار میکنم چی؟ یا خوش اگر دست خالی سم است، این فنکشن ها باید ایکس بی بخوانیم. صحیح؟ یا کمی باید ایرا بخوانیم. فنکشن پرسان میکرده هر کس. اما سم دی کس بی نوشته کو، کاون نوشته کو، دیگه فنکشن نوشته. کلای گوی کار چه میکنه. اگر یک دام ممی تو تشریح کرده یاد داره کم. سم کدام؟ اینا. توتال یا سمی قدر شد؟ سم اف شرط داده میتونیم، خو یک شرط. سم چی؟ اف چی داده میتونیم؟ شرط. سم اف جمع کو بریم چی؟ سالری. کاما ڈبل کوٹیشن. سم اف اگر اینی خانه کاما ڈبل کوٹیشن کوک بود ڈبل کوٹیشن کاما چی سب میکنی. سالری ماشکی است دارم دیگه کوک زیاد شده نشد. میشه که equal sum if اگر اینجا کاما ڈبل کوٹیشن انجینر بود ڈبل کوٹیشن کاما چیش 12 سال یک انجینر 12 سال دیگه انجینر ببین اخیریش هم انجینر میسازن. بیچاره خماش نداره، خماش برش قسمی تعیین میکنه. 12 سال و 9000 نفهمید. خب شرط داده نمیتونیم شاگرد. چی داده نمیتونیم؟ شرطش چیست؟ مثال یا ادرسه افغانی، پاکستانی، انڈین، ایران، شرط आले दादा ना मिळताने तना सम करता मिळताने एक समा equal sum f criteria اینجا comma double quotation manager بود double quotation چی sum میکنی ماش کیس منیجر شمار هم میشه خویش جمع میشه که شمار میکنیم میخوانیم equal count f اگر اینی خانه کاما ڈبل کوٹیشن منیجر باشه
چی باشه؟ 3 نفر. اگر سوال اینجا پیدا شود اکوال سم خو فهمیدی چی میکرد؟ جمع میکرد. دوم سمف چی میکرد؟ شرط داده میتونست. شرط به این معنی اگر ادرس میگیریم کاما افغانی بود کاما ماشش جمع کن از افغانی چقدر ماش میشه ببینید یعنی ماشش چی کردیم جمع کردیم از کی سوم اینجا چی داریم سم افس داریم میبینیم مطلب سی باید بخوان سیم چیز اف یک شرط داده میتونیم اف شرط ها داده میتونیم معلوم طالبان نکنیم چند شرط داده میتونیم معلوم نکنیم ایتونه هی نیست خب باید بفهمید چی داده میتونیم شرط ها افس اول باید ماش بگیری سم کو یوتان است سم کو کاما اگر اینی خانه مساوی دبل کوتیشن ड्राइवर بود کاما اینی خانه مساوی دبل کوتیشن افغانی بود چند شرط داریم چک سر دو شرط است قبول نمی اگر ببین چند ड्राइवर داریم ड्राइवर خو چند دانه داریم خود ड्राइवर افغانی یک دانه داریم میبینیم اگر این هم افغانی شود 24,000 ماش شد یا نشد اگر این ड्राइवर هم افغانی شود ड्राइवरات 12,000 36,000 یعنی شرط دادم شرط به این شکل دادم او ड्राइवर برای ما جمع کو پیسهش که افغانی باشه ببین دیگه نه این قسم فهم اونو منیجر جمع کو که باشه प्रोडक्ट भारत में चीनी प्रोडक्ट्स भाई माना कि तू खरीदारी में करें सपोज मोबाइल तलविस सोनी सैमसंग आईफोन एलजी شما میخوای اونو پیسه آیفون چی قدر میشه گرفتانست موبایل آیفون که با ولایت پلانه روان کردیم چقدر پیسهش میشه شرط است نه این مردم اکثریت که از کامپیوتر دور صورت قسم میکنه کی توی جمع کوی چه قسم میشه شما باید به خاطر دلیل ها باید چی باید انتخاب کنید فانکشن سامفس یعنی ما میتونیم که چندین شرط بعد از این کدام فانکشن است سم پرودکت این چی مانا ببین شاگرده 3 5 در دیگه ایریا 2 8 9 اینجا مثال 4 6 2 هر چقدر 3028 چند میشه 24 میشه نمیشه 5004 چند میشه 20 میشه نه خوب یک اگزامپل 4 ضرب 2 چند میشه 8 6 ضرب 5 30 آل دبل مساوی شاید 2 شد یا نشد آلی ببین 2 ایریا پرودکت میکنه یک سما
equal sum product area 1 کاما در ایریا 2 هم ضرب میکنه هم جمع میکنه. چند شد؟ این شکل که ما باید کار کنم. خب یا آمد سمرایزی اگر میگه که این چی بدل میخواهد برات میگه یا آمد امرایزی ضرب شد یا آمد در چی؟ در این ضرب شد و یا آمد در این ضرب شد و دیگه آمد و دو ایریا پرادکت میکنه سامو میکنه. دیگه product square چیکار میکنم؟ equal sum product اینجا میبینی sum square اجازه منو با میگم میبین equal 4 4 16 5 5 25 25 و 16 هم جمع میکنه هم سکویرش میکشه. شما میخوایی دو عدد همزمان جذر مربعش هم بکشی و جمع که ببین باز سم سکویر 9 81 8 8 64 64 81 143 همو تو می همو رقم خود خیر دامو پالوش 45 گرید اینا پرودکت میکنه و سم دیگر هم باز میکنه خیر اگر نفهمیم خب باز میکنه. چیز sum x2 my2 x هست ایتا فکر کاما ای دیگهش y است منفی مختلف برات میکشه اله مساوی سه نیست یک مختلف یک و دو چند میشه؟ سه. اگه سه باشه اش میشه سه سه نو یکش چی میشه؟ منفی میشه. یا اگه اینجا مثال اینی چند است؟ سه است و ای شش است شش است 36 36 سه سه نو از 36 که نو منفی شو چند میمانه؟ 20. یا این طرف 6 که مثبت به یک شما بفهمی این طرف 4 4 4 16 6 از 36 از 36 که در 16 منفی که چقدر میمانه؟ 20 میمانه. صحیح؟ یا sum x2 py2 الجبر کی میفهمه؟ این میفهمی؟ یعنی محاسبهش اینجا x که هم ببین دو طرف ضرب میکنه در بین هر دویش اگر مساوی بود میمانه مختلف کی بود یک از دیگه منفی میکنه این بالایش کی بود حال دیگه کار میکنه. area 1 comma area 2 area ببین دو دو 4 4 4 16 فکر داره؟ دو دو 4 دو دو 4 4 4 چند میشه؟ هر دو طرف مساوی جمع میکنه بعد در دو طرف خودش چی میکنه؟ ضرب میکنه. یا equal sum
باز x کاما y صفر مختلفش یک چیزی مختلف شده یا دیگر خراب اینجا 4 مختلف دو 4 8 1 9 5 5 25 این طرف خورده داد یکش تفاوت داره میبینی معلوم یک تفاوت داره 6 و 2 6 و 3 9 تفاوتش 9 است دا هر کدامی درباره چی اسی عدد یا درباره تفاوت و مساوات برسن مختلفش جمع کنم خب دایی که در اکسل که شما بسیار پشت تشبیه کردی برای دانشگردان زیاد مهم است بسیار اف است سمف است سمف است صحیح بس است اف شاید میتونه که اینی بودی تو او سم خود جمع میکنه شرط میتونه سم هم جمع میکنه مثال هم شرط میکنه تنه اینی بود که اینی بودی تو جمع خانه میکرد صحیح